یکی از ثروتمندها و وزیرهای حکومت جمال عبدالناصر در وقت عبدالناصر شدیگ هستین، خدا لعنتش کند، مادر داشت میگوید، یک مادر، و این مادرم فرزند یگانش همین پسر بود، او برو تربیت کرد، او خوان، دانشگاه خوان، اکادمی خوان، وزیر شد، به مقام وزیری رسید. مادرش با یک دنیا آرزو امید بچهش زن داد، توی کرد، خانه ده. خوب در این بین چند وقتی گذشت، با قضای الهی مادر به کسلی روحی مبتلا شد. مادر تاجکی گویم دیوانه شد که اونیم رو دیدی استاده، دیوانه شد. هرچند خوب فرزند بیمارخانه خوابانید، هرچند دعاخانی کرد، اما مادر معالاسف ناز نشد. خوب وقتی که یگانه فرزند بود، مادر از بیمارخانه آورد خانه، خانم دمی ایستاد گفته بیچاره این مادر از سبب آنکه کسل روحی داشت یک جای ایستاده نمیتانست، اما خودش به خودش گپ زدن میگرفت و میبرآمد بالای پنجم قبطی خیلی خانش، باز گپ زده میفرآمد پدیزده. شب خواب نداشت، هر شب حالش همین بود. اوی کسل است او بیچاره، او رو فهمیدن در کار بود. آخرش این کلین عصبی شد، جوان گفت که مادر تبر در به صاحب خانه پرتا. که مادر گفت، این جوان گفت نه من این مادرم است، آدم ها من چی میگوید که وزیر مادرش تربیه کرد برد به صاحب خانه پرتافت. من همه میدانم آدم ها من چی میگوید، به کله نگرفت. هر شب از کار می آمد این کلینی بدبخت عصبی شوهرش خراب میکرد، غرغر میکرد، زندگیشان تلخ شد. آخر گفت نماشه بیمارخانه نمیبری، من به تو یک مصلحت دیگر میتیم. چی؟ او همین مادر هر شب بالای بام میبرد، همه میداند همسایه ها. یک شب بالای بام که برآمد از قفاش کلمت برا در پایان پرتاش. کسی فهمه میگه خودش پرتافته است، نه تو خجالت نه من، تو هم خلاص منم خلاص. این واقعیت است عزیزان، این افسانه نیست. جوان گفت نه من این کار نمیکنم، من هرگز به این کار راضی نمیشم. خوب راضی نمیشی؟ هر شب جنجال بود، هر شب غرغر بود، خر کرده میرفت کلینگاه، باز میرفت میآوردش. آخرش جوان از روی خستگی به مشورت زنش راضی شد. خوب گفت به همین اگر تو راضی باشی من همین کار بکنم، بیا زندگی من ادامه تیم. او کلینی بینسری بدبخت آمد. یکی از شبها بود، مادر مثل پیشتر باز همین به خودش گپ زده، بالای بام برآمد. این جوان ناخلف خلطی خانه پوشیش پوشید و از پهلوی همسرش خیست، از دیوان برآمد از قفای مادر بالای بام برآمده بود، گپ زده آمده میگرفت. ناگهان یک شرفی پای از قفاش شنیده شد. مادر عقیم گشت نگاه کرد، فرصتی دیدن نشد، دست تیلش داد، از بالا آمده تا زد. خب مادر به همین مسئلهش حل شد. این جوان فرآمد خانه، داد و وای کرد که مادر من خودکشی کرده است. خب مفتش آمدن وظیفه پرکرا چی است، هم چیزی که ظاهری بیند او یک مهینه بالا رو میدانه باشد. دیله را کشادن دیدن گفتن خودکشی از مادر کسل روحی داشت، بلنسه خواه رفتگی به همین دیله خواب رفت. خب با خدایی دبدبه کرد، وزیر بود، محفل زیاد کلان ها راست. اما این جوان به خبر که مفتشای الهی هم دیلی جنایتی کشادگی هستند، از این خبرش نه که پروکراتوری نزد پروردگار هم دیله را نظارت دارد، از این خبرش نه. خبر نه که کامراهای الهی عکس برداری داشتن، وقتی که از قفای مادر آمد و پاش پیش پای مادر داشته تیله کرد صورتگیری دارن، از این خبرش نه. خوب 1 سال بینده نگذشته بود، حالا سال مادر نداده بود که خداوند فرمان داد دیلی جنایی را بررسی شود و حکم اعلان شود. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خدا میگه شما بی‌پروا نباشید، من از این ظالم ها، از این جنایتکارها انتقام میگیرم. خدا گفت باید این دلش دیده شود و حکم برارن. یکی از شبها این فرزند در خوابش
فریاد کرده از پهلوی زنش خیست، از همون روز عقل خودش از دست داد. همون کسلی مادر، همون کسلی دیوانگی به این جوان یار شد. آخر همون خدایی که اون مادر دیوانه کرده بود همون خدا هست، این از وی خلاص می شود. بچه دیوانه شد، خوب بیمارخانه خوابش کردن فایده نکرد، از کار رفت، خانهش آوردن، چند روز زنش میتان از زن با خوشدامن دیوانه زندگی نکرد، با شوهر دیوانه زندگی میکند. خوشدامنی که خانه جدا بود جای خوابش، به او آزار نمیداد، به وی زندگی نکرد و به شوهر دیوانه در پالو زندگی میکند. پرتاف شوهرش برآمد رفت، دیوان در خانه تنها موند، طاقه موند. همون شبه که مادرش برآمده از بالای بام پرتافته بود، همون شب فرا رسید. با حکم خدا رو بین جوان خیست، بالای بام برآمد، به خودش گپ زد، تو غری همون جای مادر پرتافتگی آمد و از همانجا بخش در پایان پرتافت. نصف شب بود کسی خبر نشد، تا سحری همسایه برآمدن، وقتی کاروی دیدن جسد در آنجا خواب است، جسد همون جوان. این است عزیزان من عاقبتی بچه های دخترهایی که پدر مادرند میرنجانند، آزار میدهند. حالا به این تمام نشد، حالا جزای این به این تمام نشد، این فقط جزای دنیوی است، اما برای این عاقی پدر باز جزای دیگر در دوزخ است که رسول اکرم گفتند ان الجنه لتوجد ریحها من مسیرة 500 عام لا یجد ریحها عاق لوالدیه. بوی جنت 500 سالینه را میرسد، اما این بوی خوشی بهشت فرزندی که عاقی پدر مادر است نمییابد. حالا اونجاست جزا. بنابراین بچه های خوش رو خداوند همه شما را نگه دارد، عمری دراز دهد. پدر مادراتون رو دوست دارید، احترامشان کنید، اونها را دستکاش و سحریا بوسه کنید. من از شما راضی هستم دستی من بوسه نکنید. من میدونم شما من دوست میدارد به خاطر اسلام و به خاطر قرآن. من از شما به اینم راضی هستم، فقط شما نمازاتان خانه من بوسه نکنید، دستی پدر مادراتان بوسه کنید، پیشانی مادراتان بوسه کنید. خدا یکی از ثروتمندها و وزیرهای حکومت جمال عبدالناصر در وقت عبدالناصر شریک خدا لعنتش کند، مادر داشت میگوید، یک مادر